20 کیلومتر رفتن عبدالله ابن قریقی که راهنما بود راه طرف بحر گرفت، بحر سرخ، بحر احمر. بعد به همون ساحل بحر آهسته آهسته با بیروها و جاهای نوآباد طرف مدینه منوره حرکت کردند. در یک جا آمدن توشهشون تمام شد، دیگه یگان خوراکه نمانده است در دستشون. یک خیمه را دیدن، گفتن انشالله همینجا آدم زنده است، یگان چی میوه میخوره. میگه خیمه اومدن که یک کمپیرک همینجا شیشته است و در دستش دوک پشم رسیده است. حضرت سلامش داد، گفت مادر یگان چیزی خورده نداری؟ سال قحطی و گشنگی بوده. گفت بچه‌م بخدا خود من گشنه‌ام، هیچی نیست. شوهرم همین چند بز گوسپندکی که داشتیم، مقصد که چراندنی برده استم، من هیچی ندارم. در کنجا که خیمه یک گوسپندک مداری ایجاش خسته ندارم تا در زمین خوابه. حضرت گفت ایچی؟ گفت ای جان نداره، ای اگر جان میداشت پوده هایش میکردن، چراندنیش میبردن. ایروی بیمداری و بیجانیش در همین دروی خیمه مونده است. شوهرم گفت اجازت میتونم میرم من یک بوجوشم. گفت این خاک داره، این چی داره؟ یک رمق ایجانش نداره، این چی داره که اینا میجوشی؟ خیلی گفت یک بار اجازت هم بده. خیلی مرحمت. چی میدونه این کمپیری بیچاره؟ این کمپیر ام معبد میگن در تاریخ ها. کی میدونه در مقابلش کیه؟ حضرت صلی الله علیه و سلم اومد سری گوسپند یک همین سیله کرد، گوسپند پرید ایجاش خیست. بعدا حضرت بسم الله گفته پیستوناش شکید. قدرت پروردگار پیستونو پر شیر شدند. گفت یگان ظرف نداری مادر؟ یک طبق چوبی داشته، گرفت جوشید گوسپند طبق پر شد. اول ایمان دادن که من خودت بخواه. سال قحطی بوده تا سیر شدنش زد. بعد حضرت ابوبکر صدیق داد، ابوبکر خورد، حضرت عمر خورد، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم خورد. یک بار دیگه با همون گوسپند جوشی طبق پر کرده. گفت شوهر دولی ای چرادن مال که اومد بته یا شوهرت بخوره. من گفت که شما کی هستی؟ گفت ما یک چند نفر از قریش. حضرت اشکار نکرد که من کیم. گفت ما چند نفر از قریشی های خدا حافظی کردن برو منن. بیگه روز ابو معبد شوهر کمپیرک اومد، افگار شد است بیچاره. اومد ای در اومد که نگاه کرد گوسپند پریده گشته، گوسپند نیم جان. یک طبق پری شیر. کمپیر گفت این شیر کی داده؟ گفت همین چند نفر بدیم قریشی، همین آدمای نورانی در اومدن، خیمه نورانی شد، روشن شد. این همین سری گوسپند دستمال کرد، گرفت جوشیدش. یک طبق جوشید، اول خود خوردیم، اینم یک طبق دیگه پر کرد که این رقت شوهر تناول میکنی. آب گفت کمپیر این من گمان میکنم که محمد عربی است، محمد صلی الله علیه و سلم. قدم سر رفتم چند ساعت چی؟ گفت خیلیش یک 4-5 ساعت بیشتر گذشته. گفت دایروشون نمیکنم، با خدا قسم گفت کمپیر اگر من میدیدم شون رئیسیه ختمو ای گوسپنده و بزوتمو دمشا میگرفتم دیگر رهانه میکردم. ایرا ببینید عجب خوشبختن آدمایی که همین یک لحظه و یک ساعته کم با رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک موضع یک گواه خوردیم. نامشو در تاریخ مانده است. اینا 1400 سال گذشته است. هنوز هم وقتی که صحبت میکنیم دلمون آب میخوره، ایمانا آب میخوره. حضرت صلی الله علیه و سلم در راه می اومد، جای عبور کردن که قبیله های بنی مدلیج در آنجا پراکنده زندگی میکردند. سردار قبیله مدلیج یک پهلوان مشهور عرب با نام سراقه ابن مالک ابن جعشم مدلیجی پهلوان بدستی، شمشیرزن، یک شهسوار. وقتی که قبیله عرب با هم جنگ میکردن می اومدن امیرا پول میدادن که تو بیای طرف ما جنگ کن. این رنگ نیامنی با میرفته است در همین جنگ‌ها اشتراک میکرده است. بسیار شخصیتی مشهوره. این همین آرزو میکرد که یگانجا محمدی قریشی را به قبول در دست قریشی‌ها تسلیم کنم. برای شاه جایزه تعیین کرده بودند که کسی از مرده یا زنده محمد خبر میکنه 100 شتر سرخمو براش میده. این 100 شتر سرخمو اگه امروز دیگه نمیدونم لکسوس 570 میشه و چند میشه و مال قیمت بهاترین عرب است.
یا سحر یا جو ششتیان نونشتا کردستیان قطعی چند نفر از هم قبیله که یک کس گفت که من 4 نفر را دیدم در 3 شتر سوار گمان میکنم که همیو گریزوی همو قریش هم در کجا دیدی گفت در فلان جا این انیخ کرد که همو هم نه که سیرا بوی ندو مقصد خودم تنها بگیرم ده هم جایزه را یکون کسا شریک نکنم نه گفت تا غلط میگو اونا علاقه رسیدن اونا با شنیدی من رسیدگی یا دیگه کسا هم یا را من نشناسم تا چی کسا را میگو خودش میگه اوزاد کنیز شفرمید که اسبا بگی اگر کسی پرسید کجا میبری بگو قلطی میبرم نزد چشمه که از دیها بیرونه همونجا اسبا نگه میدارم بیایی مرحمت کنید و خودش میگه لباسای جنگی را پوشیده اسد نیزه دروازه کو نیزه را دیده که عینیم زیادش چوبای سرش اوهانی و خاطر اون که مردم نفهمن همین نیزه های طرف اوهانش به زمین کشیده و فقط همون چوب بالا گرفت که خیال عصا کنن پشت دیوالا پنهانی همین مرد بیرون برآمد نزد اسبش اومد اسب سوار شده قمچین کرد همین قدر دیلش خودش پره است که همون 4 نفر را میقپم که میبرم شاه جایزه را میگیرم پهلوان بود قطعا آدم مشهور بود همین میگه سر کرد خریبای بیگاه بود که چشم راست دید شد گفت ای چنگی من دیگه یو خلاص نمیشم همه شتابان اومده است که یک تیر پرتاب راه مونده بود نخست میگه اسب پیشپا خورد ای بولای اسب سراقه ابن مالک اومد در زمین زد پرید جوش خیست گفت هرچی هیچ کندی دستم اگر شرمنده میشیدم آدمی که در پشت اسب کلان شده یوخی ای اسب غلطید قدرتی ای تعجبش کرده است که چخیر من اسب غلطیدم با میگه سوار شده با هم قمچین اسب سر و سیما کرده است همین وقتی که علاقه صداش شنیده میشه حضرت ابوبکر صدیق قفا دیگه که سراقه را شناخت گفت یا رسول الله این بدبخت سراقه این به شکاری ما اومده گیای سر و سیما بشین همین وقت میگه هر دو پای پیش اسب در همون زمین سنگی همین زمین بین مکه و مدینه را دیده او ریگ هم نیست سنگی خالی بود در همون بین همون سنگا 2 پای پیش اسب میگه تا زانو در اومد باز از بالای اسب اومد در ته زد خیست همین قمی کنه اسب دیگه کشیده برآورده نمیتونه چند سنگ یک طرفه کرد سیلتاو کرد یک پای اسب کشید برآورد که ای زمین یک دودی کبود برآمد ترسید گفت اینجا چی گپی هست ندیده بود همین کارا ندیده بود در حیات شوخی بعد همین دور صدا کرد ای مردای خدا یه لحظه صبر کنه حضرت ابوبکر صدیق میگه که خدا بزنه شیره که تیز حرکت کنه که این بدبخت یعنی نیتی شوم داره چی بالا که گفت به خدا قسم یگان کار تو نمیگیرم منم یک دهن گپ دارم من سراقه ابن مالکم التماس هم یه لحظه صبر کنه با پای پیاده نست شد اومد گفت محمدی پسر عبدالله در بین تو نه حضرت گفت بله منم گفت التماس همین یک کاغذک در بنویس که یک تومارک ده اصلا همین تومار کاغذی که نوشته شده دیگه تومار میگن یک تومار بنویس که در همین موضع در فلان تاریخ سراقه ابن مالک ابن جعشم به ما اومد رسید برای من همین کفایه همین که بنویس در دستم بته پناه تو بخدا دیگه و حضرت ابوبکر صدیق گفت که یا ابوبکر بنویس ابوبکر صدیق نوشت مقصد در همین موضع ما با سراقه ابن مالک وا خوردیم و پناه به خدا کردیم بعد وقتی سراقه ابن مالک مکتوب گرفت حضرت گفت که یا سراقه ولی زمان می شود که تاج کسرا را در سرت میمونند لباساش می پوشانند کمربند کسرا را در میانت میبندند دست پونهاش در دستت میزنند این نگاه کرد کسرا پادشاهی فارس میگن در دنیا در همون شب روز 2 امپراتوری بزرگترین بود از همه با قوترینش امپریای فارس بود دویم امپریای روم همیو با هم دیگر جنگ میکردن ای گفت ایو را افتوزه دای چی بلو امپریای فارس کجا و کسرا کجا و تاج کسرا کجا و من کجا
در فکرش گذشت. حضرت میگه وقتی که سالها از بین میگذره، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم عالم فانی را بدرود گفته و عالم باقی رو آورد. زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق گذشت. در زمان خلافت حضرت عمر مسلمانان قشون یکچین فارسا را در قادسیه شکست دادند. بعدا پایتخت فارس، پایتخت ایران تیسفون اشغال کردند. شهر مدائن، عرب ها مدائنش میگفتند. همین خیلی کلان بود که شهرهاش میگفتند. مدینه یا شهرهای مدائن شهرها. دیگه این پادشاه همون وقتا کسرای فارس در همون شب و روزا یزدگرد سه بود. ای ترسی جانش دیگه لباساش تاج همه را مونده، هم تا لباسای شبخوروکش قطعی پرید گریخ برفت. همه همیو در دست مسلمان ها غلطید. سعد ابن ابی وقاص سردار لشکر مسلمان ها گرفت، همش در یک صندوق انداخته به نزد حضرت عمر که خلیفه مسلمان ها فرستاد. وقتی نزد حضرت عمر صندوق باز کردن، سخن پیغمبر که از ابوبکر شنیده بود به یاد آورد. گفت سراخه را کو پیدا کنه. آوردنش سراخه علاقه سین سالش کلان شد، از مصافحه چیده. حضرت گرفت تاج در سرش موند، جامعه کسرا را پوشاندش، کمربند بستش، دست پانه را در دستش کرد. گویا سراخه یاد داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون صحرای بی آب ترا گفته بود که روزی بشود که تاج کسرا را در سرت میمونند، دست پانه های کسرا را در دستات میبندند. تو خندیدی که اینا را افتاق زده است. اگه دیدی حقیقت حال محمدی صلی الله علیه و سلم، حقیقت معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه همه دیگه گریان شدند. این یک شمع بود از حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم. با چه خاطر گفتم؟ به خاطر آن که به قدر این مرد بزرگ برسید، به قدر محنتاش برسید. با خدا قسم تا زمانی که انسان قدر کسی یا چیزی را ندونه، قدر شناسی نمیکنه. قدر گل بلبل بداند، قدر جوهر جوهری. ربی حضرت بایزید بستامی سید طایفه صوفیا یک مرید داشته است، مرید ناباور. همین وقتی درباره کرامات اولیا که گپ میرفته است، این در دل شک داشته است. گفته است روش و سیاه میکنن، همین گپای بیهوده. مقصد که نمیدونسته است، همین اولیاء الله او قبول نداشته است. این حضرت یک جای یا بریلیان یافته بوده است، یا بریلیان داشته، یا الماس. یه روز در دستش میته، میگه بچه من میره بازار برکو چند نرخش میکنه، فقط نفروش، بگی بیارش. همه هر کدام ما و شما رو واسه بازار بگن، یا بازار شماد کرده ذهنمون، یا بازار کارمون، یا بازار میوه فروشی. این بیچاره هم بازار میوه فروشی گرفت بردش. در 100 سوداگر نشانش داد، 10 رسته را گشت، 10 درم نرخش کرد. 10 درمش به پول امروزه ما $100 میشه. اومد گفت حضرت نرخ این 10 درم بده است. اون کجاش بردی؟ اون بازار، من بازار میوه فروشی. ای خدا جام تماس کنه، تو ایرا بازار جواهر فروشی با نشانش داد که بازار جواهر فروشی در شهر در فلان موضع گرفت. اومد همین دکان یکم در آمد. او جواهر فروش وقتی نگاه کرد بریلیانت خش رو، همین لوپا از کل لوپا، همین کلون میکنه اپتیکا. همین را باری اول در تاریخ انسانیت مسلمان ها اختراع کرده. همین را میدونه. یک شخص به نام زهراوی طبیب معروف است، همین باری اول در تاریخ همون چی کرده گیه. میگه لوپا داشته است، نگاه کرد که یگان جو ترشی نداره. با گفت که 1000 درهمت میتو. 1000 1 میلیون. همین عدد میلیون از اروپا با ما گذشته گیه. زمانای پیش ده 999,999 که میشید، یا تدگه خوش میشید با میگفتن 1000 یعنی 1 میلیون. گفت خیلی فهمیدم بتیم که گفت 2 میلیون. ای بچه این فروشی نیست ای بته ای مردم ای 3 میلیون مجبور ای دستش کشید که خونه آباد ای پیر مای من نرخش فهمیدنی اومدم میره فروختنی نه. همین میخواست وقتی ای دکان ببرویا جواهر فروش گفت که برادر
اگر مبادا فروختنی شده بگونه نکن بیار ای همین گفتگیم چند برابر زیادتر میده. این دیگه هوش ای سرش پرید است. خیست اومد گفت حضرت من نفهمیدم چی گفت. در 100 تاجر نشونش دادم ای 10 درهم زیاد نرخش نکردم. همین از جواهر فروش کشتل ما گرفت استبس نمیکردم 10 میلیونش میکرد. این حکمتش چیه؟ گفت حکمتش همیه که علم بیچاره میوه فروشان نسبت بریلیان آنمی مثل علمی تاست نسبت اولیاء الله. تو بلا را میدونی که در دلت با شک شبهایی که روشون سیاه میکنن. آنمی قدر زر زرگر بداند، قدر جوهر جوهری، قدر گل بلبل بداند، قدر قنبر رو علی. قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی میدونه که از حیاتش آگاه است، از مشقتش آگاه است، از این نعمتی که برای ما و شما داده است آگاه است. یک روز در تلویزیون هندوستان نشان دادن، اما شهر بمبئی ولی ممبئی شده است. از روسیه نشان دادن، یک کانال روسیه بود. مردم نصرانی، هندو، مردم مسلمان از بالای گبرها، از بالای آتش پرستای همون ممبئی شکایت نوشتیم به شهرداری. این آتش پرستا زردشتی ها اینا مرده را گور نمیکنن، میگن خاک مقدس های خاک حرام میکنن، علاوش نمیزنن، علاو مقدس های حرام میشوه. مرده را همین دخمه هاشون یک چیزی همین تا گیردای، یک بگیم یک دیواری گیردای در دوره و سقف نداره، بلوش کشوده ای میبرن در بالا یک تخت سنگ خوابش میکنن، خوش شلیش میکنن. یک روز دو روز که گذشت بو گرفت، بعد همین لوشخر، کلمرغ، کفتار و همین چیزی که از پرنده‌های لوشخر ای هر سمیویانه همون را چنگ زده و اویسته اویسته میخرن، نیستش میکنن. باید مرده دیگه که اومد جای او را خالی میکنن، ایشا میمونن. آخه در او شهر ممبئی هوا گرم و فکرم کرگسور هم سیر شد یا نوشگیریشون. این هندوها هم دیده که مردهاشون علو میزنن. با هر کدومش قدرت نداره که با قدر کافی هزمی قاق بیاور. علو میزنن، نیمش سوختگی، نیمش همتا یگلق میگیرن در آبی گنگ میپردارن. حیوانو را هم سیر شده گرنه گوشت حیوان. چند مدت استوده است همون مرده گبرها بو گرفته ای شدتی بو را میگه در همون منطقه زندگی کردن نمیشید در محله. با شهرداری شکایت نوشتن که همیو را بگین یا مرده هاشون علو بزنن یا بگیرن در خاک گور کنن یا گوسن نابود کنن که او دیگه نفس کشیده نمیشه. با اومده است از همون بعد شو اینترویو گرفته است همون ژورنالیست میگه که گورشون میکنه، میگه نه میسوزونه، نه هیچ کم میکنه یا شکایت کردن میگیرن. میگه دینی ما همیه. ای بخدا قسم یا افتخار تمامی وجود ما گرفت. این مسلمان ها را ببینید، این مرده اینقدر قدر داره. بعضی آدم هم زنده بودنش بعد مردنش قدرش زیاد میشه دست بو. این که مردم با زیارت میآیند، ای بچه میشونش با آب گرم در با آدمایی که آگاه و باخبرن. مرده مسلمان در سرای زانو شد، در کفی کلچه زانو، در قدمه و در کفای دست، در پیشانی کافور میشکن، بوی خش میکنه، در کفن تازه نازنین میپیچوننش، سر هرقن میکنن، میگیرن میبرن. مردم مسلمان خدا را التجا میکنن که خداوند نبی را ببخش، کمبودی و نقصاناش را ببخش که بنده ای تو باش. با میبرن با یک عزت و آبرو گورش میکنن. ای بچه بعد ما با نیکی یادش میکنن، در حقش قرآن میکنن. با خدا قسم وجود ما یک فرح فرو گرفت. با قدری همین دین نرسیم با خدا قسم کور میشیم. از ما دیگه کور نمکتر کسی نیست. خدا کنه که صحبت ما صحبتی مؤثر باشه، ایو صحبت های بی تأثیر نباشه. خدا کنه که غیرت داشته باشیم، خدا کنه که محبت داشته باشیم، شکرانه نعمت پروردگار را کرده بتونیم. خداوند در عوض این نعمت ها از ما و شما محنت طلب نکرده است. نمیگه که هبره کلند کرد. از ما و شما طلب میکنه که حرام نکن، حق مردم نکن، خیانت نکن، دروغ نگو، غیبت نکن. ساعتی نماز کشید بیا نماز پروردگار را بخوان. در ماه شریف رمضان روزه ماه شریف رمضان را به جا بیار. شرایط امکانیتت چید خانه خدا را برای زیارت کن. خداوند مال و ثروتت که داده است، زکات مال که فرض الله است انجام بده. خدا کنه که شکر نعمت پروردگار را به جا بیاره. پروردگار صحبت ما صحبت معاصر گردونه. خداوند با دعوای
بندگیت به دعوای امتی محمد صلی الله علیه و سلم به دعوای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مستقیم و استوار بودن برامون نصیب روزی کرد. پروردگار این مسجد زیبا را همیشه با نور ایمان نمازگزاران مزین و منور